فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری چهارشماره اخیرشون 1036 فرمودن که آیا وام مسکن برای نوسازی خانه حرام است یا نه؟ 5% سود داره، البته اینو ذکر کرد. وام به هر صورتی یکی از مواردی، تنها موردی که در واقع در آیات و روایات ما داریم که الله متعال اعلام در واقع جنگ کرده با این افراد گناهکاران، با این طیف گناهکاران، همین کسانی هستند که ربا میخورند. حتی در قرآن اونها رو به انسان جن زده، کسی که مس شیطانی به اون رسیده، در واقع تشبیه داده شده و یکی از گناهان بسیار کبیره هست که الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم از این کار منع کردن. برای این که انسان مثلا خانه ای رو تعمیر بکند، یک تجملاتی رو در زندگی خودش بیارد، یا حتی در مواردی ضروری تر از این، به هیچ عنوان استفاده از مال ربا یا از وام به هیچ عنوان جایز نیست و این یک حرام قطعی هست که در قرآن هم حرام شده، در سنت رسول الله هم حرام شده، به اجماع فقها این حرام هست. یعنی هیچ فقیهی در طول تاریخ فتوا نداده که مثلا ربا حتی یک مقدار کمی 1%، 2% در واقع حلال است. به اتفاق تمام هم آیات قرآن و هم احادیث رسول الله و اتفاق و اجماع تمام فقهای مذاهب، وام در هر حدی باشد این در واقع ربا شمرده می شود و استفاده از ربا در واقع حرام هست. و یک حکم دیگری که گذشته از این که بحث حرمت یک حکم جداگانه هست، اون خانه‌ای که با ربا ساخته شود، ماشینی که با ربا خریده می شود یا زندگی که زیربنایش در واقع ربا و کار حرامی هست، در چنین زندگی و در چنین به اصطلاح خانه و کاشانی الله متعال برکت نمیده، زیرا که الله متعال اینو وعده کرده که یمحق الله الربا، الله متعال ربا را نابود خواهد کرد و اون زندگی که زیربنایش بر ربا باشد هم نابود خواهد شد و سعادتی رو در دنیا نخواهند دید. به هر صورت و به هر میزانی که باشد و میزان و سطح ربایش و سودش تمام حرام است. برخی اینو توجیه میکنن، میگن این کارمزد هست و یک نوع شیرینی هست که ما پرداخت میکنیم. به هیچ عنوان این قابل در واقع توجیه نیست، قبول نیست. زیرا که شما تصور بکنید که مثلا من برم از یک بانکی مثلا 10 میلیون تومان مثلا وام میگیرم و در اقساط 10 قسط من اینها رو پرداخت میکنم. شما مثلا بروید 100 میلیون میگیرید و باز هم این 100 میلیون رو مثلا شما پرداخت میکنید در 10 قسط. کاری که بانک برای من انجام میدهد دقیقاً همون کاری هست که برای شما انجام میدهد. یعنی از نظر وقتش، از نظر به اصطلاح قلم و کاغذی که صرف میشود، از نظر اون کسی که در اونجا کارمند هست و زحمت میکشد، زحمتش اصلا متفاوت نیست. اما میبینیم که درجه سودش و مقدار درصد سودش کاملا متفاوت هست. پس بنابراین این یک در واقع بهانه هست که این کارمزد هست، کارمزد میگن. کارمزد یعنی این که مزدی که در مقابل کار گرفته میشود. کاری که برای بانک برای بازیافت و دریافت 10 میلیون وام انجام میدهد دقیقاً همون کاری هست که برای 100 میلیون انجام میدهد. پس بنابراین این کارمزد نباید کم و زیاد باشد. و اگر واقعا بانک بگوید من این معامله رو انجام میدهم، این وام رو به شما میدهم، اما به خاطر بازپرداخت وام یک مبلغ مشخصی باشد، قطع نظر از میزان به اصطلاح وام و سطح وام، اگر یک مبلغ مشخصی باشد به عنوان کارمزد، این اشکال نداره که مثلا بیاد که 10,000 100,000 1 میلیون کارمزد بانک هست. در هر صورت هر مقدار وام میگیریم، ما در مقابل خدماتی که میدهیم این مقدار وام را میگیریم، این میشود کارمزد. اما اگر کارمزد با متفاوت بودن میزان و سطح وام متفاوت باشد، این در واقع کارمزد هم حساب نمیشه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.